کی تقدیر این کی قسمت من ندارم تو بود و قد این کی تقدیر این کی قسمت من ندارم تو بود و قد مونده شده روستا بگو در گردنم یوغو سپاری وزدین کارم شدگاری زمین که این موسم شدگار تمام شده باشد و جان من خلاص شود بیزار شده باش امو گوش دراز میوید من جانوری خانگی ای آ ای آ ای آ نمیدانم خستگی ای آ ای آ ای آ صاحبم دهقانی خوب ای آ ای آ ای آ نمیکند گندگی ای آ ای آ ای آ من جانوری خانگی ای آ ای آ ای آ نمیدانم خستگی ای آ ای آ ای آ صاحبم دهقانی خوب ای آ ای آ ای آ نمیکند گندگی ای آ ای آ ای آ ای آ صبح بخیر گوی برزه نقص خواب کرده خوب دم گرفتی ها یک کیفی تو لیکن مرا مسخره میکنی ها ای آ صبح بخیر گفتن مگر این مسخره است صبح تا شام در گردنم یوغ سپاری وزنین کارم شدگاری زمین چه خیل کیف هر سحری اگر مشقی پگاهی روزی کنی خودت را نقص حس میکنی و خستگیت میبراید انا این خیل ای آ یک ای آ دو ای آ سه ای آ چو خرید میرال کیدمی کیفی تو کی پگاهی یا خالتا گندم رو گرفته بسری زمین میبری و بگونی یا در زی میدک هزو میاری اگر من کمی باز ایستم چون ضربه کلتک میخورم که تمامی استخوانی بدنم میسوزد خاموش صاحبانمون میآیند کنی انا برای نهاری با مزه با تو تشکر وای آشی جانتان شود مردک جان آشی جانکتان شود انا گوش کن حاضر من انا با برزگاه و یوغ سپار را بار کرده به سر زمین می روم انا تو باشی انا بخر جو علف داده با خلطه گندم بنزدی من فرستان خواطر نشوید مردک جان این تو شیرا هست تو شیرا این آب مایلش البته روان میکنم خواطر نشوید و شما روی صفحه مایلش نقص روید حاضر من روان میکنم مایلش مردک حاضر روان میکنم حاضر گوش دراز همون یوغ سپار رو به تو بار کنن نمیشود ای آ برای چی با من بار میکردن؟ من خری زمین شدگار میکردگی نیستم ده من باربرداری وزنی سبوکو میونه باری خیلی لازمه رو به تخت پوشتم بار کرده برده به جای لازمه میرسانم باز به تو علف و جو میدادیم بخیلی نکن تو را هم گوشت نگاه نمیدارند کو من باربرداری وزنی سبوک میونه باری خیلی لازمه رو به تخت پوشتم بار کرده برده میرسانم ای خری گوش درازیمو ای خری خوش آوازیمو کنجاره و علف بیخور بار برکی در دوزیمو ای خری گوش درازیمو ای خری خوش آوازیمو کنجاره و علف بیخور
خریبارکش آفرین به شما هم. حاضر من با پشتت خلطه گندم رو بار میکنم، تو باشی راست به سر زمین میروی. فهمیدی مرا؟ آفرین. حاضر من رفته خلطه گندم رو بیارم. حاضر یک لحظه ایستو، یک لحظه. حاضر. ای راستش رو گویم، همین زنی صاحبمون بسیار انسانی است. مرا با من بسیار مهربان است، مرا دوست می‌دارد. آخر من خر نیستم که یعنی گفتنیم که خریبت نیستم. من باری خیلی لازمه رو به تخت پشتم بار کرده برده به جای لازمه میرسانم. حاضر وای خیلی وزمین بود است. حاضر خریبارکش یک لحظه استوکنی که انا وای راست به سر زمین را. فهمیدی مرا؟ را میروم به سری زمین میروم، گنجی دهقان است گندم راحتی جان. گنجی دهقان است گندم راحتی جان است گندم، میبرم خلطه گندم راحتی جان است گندم، میبرم خلطه گندم راحتی جان است گندم. گنجی دهقان است گندم، رنجی دهقان است گندم. قدس قد براو آفرین، آوازی فورم داشته اید. قدس قد تشکر نمی ارزد. آواز تو هم بد نه. صبحیدن مرده خواب رو از خواب شیرینش بیدار بکنی. من وظیفه‌ام را اجرا میکنم. وظیفه یک وقته تنها پگاهی. صبحیدن بر وقت جغ زدن این وظیفه اولین درجه من میباشد. باز چی وظیفه داری تو؟ من سرداری مرغخانه، نظارت و فعالیت مرغان وظیفه من. خی ای باز اجرای نقشه تخمسپاری. راستش را گویم مونده میشوم. بله آفرین برای پرطاقتیت، ولی کاری برزگاه مشکل تر. چه خیر؟ انا نگاه کن برزگاه چیکار کرده ایستاده است. انا میبینی؟ چو ای خیریت که ما برزگاه نیستیم. خیریت راست دیگه به حالی برزگاوی بیچاره دیلم می سوزده. تا آمدن من الکه نصف زمین رو شودگار کرده استی. آفرین خریبارکش آفرین. حاضر من انا این خلطه گندم رو انا میفرارم و به زمین میپاشم. انا تو باشی رفته با همراهی برزگاو علف تازه خورده استراحت کن. گندم لالا میانی گندم لالا اهلالا، گندم لالا میانی گندم لالا اهلالا. برزگاو برزا مانده شدی جوره؟ نپرس بیزار شدم. از صبح تا شام در گردنم یوغ و سیپاری وزنین، کارم شدگاری زمین. که این موسم شدگار تمام می شود و جانی من خلاص شود. من به تو یک مصلحت میدیم جوره جان، اگر مصلحتی ما را گوش کنی خورده دم میگیری. چخیل خورده دم میگیرفتم؟ انا بیخیل تو خودت رو بیمار وانمود میکنی. چی؟ بیمار وانمود میکنی؟ در آغیل استاده با سری خم، نه آب میخوری نه علف. با گشتگی و تشتگی طاقت کنم؟ باید کنی طاقت. چی خیلی که میگویند اگر کنی طاقت بد میبینی راحت. جوره جان اگر طاقت کرده نتوانم چی؟ پس شدگاه رو دوام دادن میگیریده. خاموش انا صاحبمون میآید. خاموش صاحبمون اومده ایستاده است. آفرین خریبارکش آفرین. انا با تو هم برزه آفرین. میدونی چی؟ انا گندم رو پاشیدم، هزوم جمع آوری کردم،
کار امروزه بس فردا دوام میدیم اکنون جانوران به خانه میرویم کنی پیش درویده پیش دروید کنی پیش دروید رفتم ایستد تو کنی خفتر من گوش کنید آخر گوش کنید او درزه هیزم رو فراموش کردیم کو کنی کمتر پستر شم ها من انا اکنون میرویم به خانه گندم لالا میان گندم لالا لالا گندم لالا میان گندم اوه مردک من یگان گناه ندارم او برزگاه خودش بیمار شده است آخر چرا به من باور نمیکنه ده؟ چند بار با تو گفتم که کنجوره رو کمتر ده تو باشی تقاره رو پر کرده به پیش برزگاه میگذاری مانه ای بی کنجوره نیست او دین حق سب بسیحت بود مردک یک بار بیمار شد نمیدونم چی شد انا با سبب بیماری برزگاه 2 روز باز شدگار زمینمون رو تمام کردن نتوانستم چی باید کرد مردک؟ چی باید کرد؟ نمیدونم مردک همین همسایه برزگاهش رو 1-2 روزه برای شدگار به ما میداده باشد عقل در جایش همسایه شدگار زمین خود را تمام نکرده برزگاه رو به ما میدید بچه ها؟ نمیدهد این طور باشد نمیدونم چیکار کنم مردکی چیکار میکنم باشم خیلی یک فکر کرد وای مردک جان یافتم با چی رو یافتی؟ علاج کار رو یافتم علاج کار رو یوغ رو بگردنی کی میمونه ما؟ یوغ رو بگردنی با من اشاره نکن بگردنی خر میمونه چی؟ بگردنی خر میمونه؟ بله فجترین گپی که من در این خانه میشنوم اون نخواد که با جای برزگاه خر زمین شدگار کنده اینها چی میگوین در تاریخ حیوانات خانگی یگان خر از جای برزگاه زمین شدگار نکرده است اوی مردک آخری ما صحت و فربه بگذار تا صحت شدن برزگاه زمین شدگار کند چی گفتید؟ پیشنهاد خوب بود لیکن نمیدونم بچه ها همین خر از عهده شدگار زمین میبر آمده باشد نبرایت یاد دهید اگر نخواهد مجبور کنید و دیگر علاج نداریم مردک دیگر علاج نیست دیگر علاج نداریم مجبورم که انا خر رو به جای برزگاه و به شدگار زمین برم دیگر علاج نداریم همین طور کنید مردک جان حاضر من رفته برایتان یک خوراکی با لذت تیار میکنم بسیار خوب من رفته یوغ اسپار رو آماده کنم مایلش من رفتم روید مردک جان حاضر من حاضر تیار میکنم حاضر بچه ها در حقیقت من رو به جای برزگاه و به زمین شدگار کنی میبرنده مصلحتی که به برزگاه دادم او بلای به سر خودم شد که کاش که به برزگاه چنین مصلحت نمیدادم وای اکنون من چیکار کنم گریخته رفتنم در کار از اینجا یگانه راه تنها گریخته رفتن است به این طرف میگریزم میروم آفرین خر بارکش آفرین بار دیگر انا میدونی که برزگاه بیمار شده است میدونی انا اکنون تا صحت شدن برزگاه باید تو شدگار کنی کنی پیش رو کنی رفتم من کنی تستر انا خری بیچاره با من رای خلاصی نشان داد و خودش در بلا مانده بچه ها من دارم اینجا کمی نشسته دم گیرم انا برایت علفی گیر خور برایت علفی تر تازه آوردم خور گیر چرا نمیخوری چرا اشتها نداری آخر من ندانم کجایت درد میکند گوش کن مرا اگر امروز تا به
تا پگاه سلامتیت بهتر نشد تو را من خودم به دکتری بیتار نشون میدهم. فهمیدی؟ حاضر باشد کنی جانور. چو روگر با اوغیل. روگر چی میزنی؟ چه روگر چه وای چه جونک می آفرین انا خیلی خوب مهنت کردی. انا دیدی میشود است که میشود است. انا اکنون علف تازه خورده استراحت کنم. معلم استراحت صبحی بر وقت باز به شودگار زمین می رویم. باز شودگار با جای برزگاه زمین شودگار کردم و باز چند ضربه خلچوب هم خوردم. با من کی گفت که چونین مصلحتی به عقلانه رو به برزگاه دیم؟ جورا جان احوالت چخیر؟ نپرس. درد میکند. درد میکند؟ ها کجایا درد میکند؟ گردنم، چون که در گردنم یوغی وزنین آویزان بود. دست و پایم باشد از زور زده حرکت کرده و پیش رفتن چنان درد میکند که مغز استخوانم میسوزد. هیچ گام نه جورا جان. یک هفته طاقت میکنی آنا بعد خلاص میشوم. ها نه عادت میکنی. این خنده های تو بالای سوختن نمکاب است. فهمیدی؟ درد میکند. جورا جان تو رفته استراحت کرده خواب کن. صبحی بر وقت باز شودگاری زمین. خودت میدونی که من بیمارم و صاحبم مرا توبت گرفته ایستاده است. من رفته کمی دارو و غذا خورم. ایلش گوش کن برزگاه. برزگاه مرا گوش کن. یک بار گوش. آخر گوشت نمیکنه. نشد. قدس قد نشد مصلحت دادنم نشد و جایی گو بودنم نشد یوغوسی پر در گردن نشد زمین شودگار کردنم نشد قدس قد بلا زلدی تا قصرخک از کجا پیدا شد؟ چرا من فریاد میکنم تو نمیشنوی؟ چرا گریه میکنی؟ چی گپ شد؟ الان دارم که نشد. چی نشد؟ گفتم که با جای برزگاه رفته زمین شودگار کردم. چی؟ با جای برزگاه تو شودگار کردی؟ هم با جای برزگاه و هم با جای خودم. بس کنه بلا زلد تاقی سرخکت رو. برای چی میخندی تو؟ انا این در عالم جانورانی خانگی نویگری. نویگری جبر و ظلم صاحبان خانه با جانورانی خانگی. چی باید کرد؟ طاقت؟ نه من با جای برزگاه نه با جای خودم بودن میخواهم. آخیر خیر دیگر علاج نیست. یگان فکر کرده علاجش رو یافتن در کار. فکر کرده یگان علاج خلاصی رو یافتن در کار. فکر کن. بله فکر کردن در کار. فکر کردن در کار. یافتم. علاجش رو یافتم. خیلی کنی گبزن؟ تو دست و پاچک زده در آقیل میستی چون که به شودگار رفتن نمیخواهی. من دست و پاچک زده هنگاس زده به شودگار نروم؟ بله انا همین دو پایت و دو دستت رو انا میخیل سخت به زمین زیر میکنی. انا میدونی انا میخیل انا نگیره کن. انا میخیل سخت زیر میکنی از جای نمیجنبی. من دست و پایم رو به زمین انا میخیل سخت زیر کرده از جایم نجنبم؟ نه بله نمیجنبی از جای. تو عقل داری؟ من میدونی که بعد این حادثه چقدر ضربه خلچوب میخورم. نه نشد این فکرت نشد. خیر چی علاج؟ طاقت کردن در کار. ندارم طاقت شودگار کردن رو دیگر هرگز. به زیر یوغ و سپار ماندن رو هم دیگر هرگز. تو از کجا میدونی من چی مشکلات دارم؟ تو چی مشکلی داری؟ کارت سرود خواندن و صبحی دم جیغ زدن این وظیفه اولین درجه هم. میدانم این را. باز من سرداری مرخونم.
نظارت فعالیت مرغان وظیفه من. بیزار شدم. میروم. آفرین برای پرطاقتیت. میروم. زیق شدم، مانده شدم. غم دارم گفته میگردم. غم دارم. دردم دوا نمیشه، غمم مدا نمیشه، خواهم روزی گریزم امکان پیدا نمیشه. غم دارم غم، به خدا دارم غم، میانی مرغی بسیار آبرو دارم کم. غم دارم غم، به خدا دارم غم، میانی مرغی بسیار آبرو دارم کم. شد آرام باش، گریه نکن. بلازان گریه نکن. گوش کن. تو رفته حاضر بهترش دمگیر استراحت کن. من اول فکر کرده خودم رو از این مشکلی خلاص کنم، انا بعد از پی مشکلاتی تو میشویم. رو دمگیر تو. مرا گوش کن. من تو را گوش نمیکنم. رو استراحت کن. رو. یک دقیقه گوش کن. نه من تو را گوش نمیکنم گفتم. رو بهترش تخم کن. خروسات تخم نمیکنن نه بچه ها؟ انا دیدی؟ خروسات تخم نمیکنن بچه ها؟ نه. خیلی که تو میکنی آخی وای غم و دردی خودم کم بود که باز این تاقی سرخک آمده غم دارم گفته سرود میکنه. وای بچه ها آخر من خری زیرک هستم. من باید کاری کرده خودم رو از این وضعیت مشکل خلاص کنم. چی کار کنم بچه ها؟ آخر من به جای برزگاه و زمین شدگار کردن نمیخواهم، همون خری پیشین حق بودن میخواهم. یافتم حاضر همش رو حل میکنم. برزگاه های برزگاه چی میگویی؟ برزگاه چکه سلامتی چکه جوره؟ میدونی که من بیمارم و صاحب مرا توبت گرفته ایستاده است، ولی میبخشی با جای من زمین شدگار کردنت رو نمیخواستم جورا جان. میدونم این عیبی تو نه، عیبی تقدیر. عیبی تقدیر؟ لیکن من از دیگر چیز خواطرم. باز از چی خواطری جورا جان؟ من مصلحت صاحبان امان را شنیدم. مصلحت؟ مصلحت درباره چی؟ درباره چی نه، درباره تو. درباره من؟ تستر گبزان باز در حقیقت بیمار نشوم مرا خواطر کرده ایستاده ای. با گفتن زبانم نمیگردد. گوی تستر؟ گویم یا نگویم نمیدونم، حیوانم. چه خیل بستی جورا جان؟ من با انا همین دو گوشی درازم شنیدم که صاحب ما با زنش مصلحت کرده، گفت که برزگاوی بیچاره بیمار است و روز تا روز خراب شده رفته ایستاده استی. زنی صاحبمان بسیار زنکی نقص اما مرا برای طبابت بیتار میسپارده. با بیتار نه، با قصاب میسپاره تو را. برای چی؟ بیتار نه و قصاب؟ های کلاورم، قصاب تو را طبابت نمی کند بلکه کشته گوشتت را پاره پاره کرده برده در بازار میفروشد. چی؟ میکشند گوی؟ ها؟ تو چی فکر کردی باز؟ من فکر کردم که مرا طبابت کرده برده ها در کوههای بلند سر میگیرد. عقلت هم مثل فکرت خامو کوتاه بود از جوره. چیکار کنم که مرا نکشند؟ یک راه هست. چی راه؟ تستر گبزن جورا جان؟ راه همین که تو صبحی بر وقت باز رفته شدگاری زمینت رو دوام دو در میگیری. یگان علاج دیگر نیست؟ متاسفانه نه. شاید باشد. تو چیز دگه پنه میفهمی؟ میشد میگفتم تو پوره طبابت یافتی. کاری شدگارت رو دوام دادن گیر جوره وگرنه تو رو پیخ کار باشد کار. دمگیری من دیر دوام نکرد.
دیگر چی لوچ ما رفته مگر با کار برایم وازی شوخی نکن تو با خر حالت می شود بدتر. همین هم گپ شده خری برزه. تاریخ حیوانات یاد ندارد که خر بجای برزگان زمین کرده باشد. خر اوی خر گوش دراز اوی گوش دراز یه شک بچه ها خر رو ندید شنیدید که چی گفت مرا پیخ ها بچه ها چی کار کنم که مرا پیخ نکنن با کار روان شخص اگر بیمار شود باید یکا چی بخوردن بچه ها حاجی من علفی تر تازه میخورم و شفا میابم حاجی انا علفی تر تازه رو گرفته میارم و میخورم آره من علف خورده ایستادم بلند جایی گشتی مادرای خبر گیرید وای برزگو وای مردک وای برزگو وای مردک در کجایده مردک وای شادیانه دهید شادیانه دهید شادیانه؟ ها؟ او برای چی؟ او برزگو سپا سیحت شده است برزگو سیحت شده است؟ ها ای چونون با اشتها علف میخورد ماندن گیرید مبارک شود گوش کن برزگو با نگهبانی و پرستاری تو سیحت شده است با تو مکافات دادن لازم مکافات مردک جون رفتیم حاضر من یک توفه نغز با تو تیار کردم مایلش مردک جون رفتیم وای توفه میدی هدی رفتیم انا اکنون کاری کرده جونم رو خلاص کردم و من باز با کاری اولم برگشتم اکنون باز سرودی دوست داشتم رو میخونم نمیدانم خستگی صاحبم دهقانی خوب نمیکند گندگی من جانوری خونگی نمیدانم خستگی صاحبم دهقانی خوب نمیکند گندگی بلا زند باز این تاقی سرخک باز پیدا شد خری زیرک کاری کرده جانت رو خلاص کردی خوب کردم میتوانم چون که من زیرک و دانا هستم اما من باشم تو چی مشکلی داری؟ گفتم بودم که من سرداری مرخانه میدانم گفته بودی نظارت و فعالیت اینش رو هم گفته بودی وظیفه من آفرین برای پرطاقتیت برآمدم میروم با کجا؟ روم با جای باشد کی سویا دو مرغ دانه باشد کی فویا باشد کی فویا روم با جای باشد کی سویا دو مرغ دانه باشد کی فویا باشد کی فویا قداس قد
میخواهم آزاد باشم. با سری خواب روم و کدام وقتی که خواهم با آوازی بلند فریاد کنم انا این خیل شد بس بلا زند آوازی جرنگوسیت رو. چی معقول نشد؟ چی؟ لبای معقول؟ از آواز جرنگوسی تو گوشهای درازی من کر شد. آفرین گوشهای میده که تو رو میشنوم. خیلی وای ما کدید خرطقا. چی؟ لبای؟ انا من تو رو دیگر نمیشنوم. انا من دیگر نمیفهمم. هرچی زودتر از این حولی کتک مونن گریختر رفتن در کار. با کجا؟ با سوی مرغزار سبز خورم، با سوی شفق آزادی، با جایی که خودمان شاه و با ما کسی کار نداشته باشد؟ البته. مصلحتی نزد برزگاو چی؟ برزگاو چرا نه؟ اگر خود همراه میبریم. شد نباشد بیا رفتن نقشه فرار کردن ما را با برزگاو میفهمونیم. رفتیم. درست قط برآمده از این خانه کتک مانند میرویم. دیگر لازم نیست به این خانه کتک مانند نمیایستیم. این روز روشن شد. چرا این خروس جیغ نمیزند؟ ما تو باز همین خروس کسل نشده باشد؟ کنی رفته یک کتک مرغان را خبر گیرم. ما تو گوجوش وای داد مردک، وای مردک در کجای ده، وای مردک. باز چی شد چی گپ خدا؟ خروس. کی خروس؟ من خروس؟ عقل در جای؟ خروس نیست. چی خیل نیست؟ نیست. آخی بگاهی بود و پگاهی نیست. بگاهی بود لگازی نیست مردک. واهی نکن. رفتم ممکن با عاقل در آمده باشد یا که با پولیس در آمده باشد. رفت درست‌تر بین. مایلش. همین اساسا یک قسم زنها خیلی واهمه چی میشوند. از پشه فیلم میسازند. انمی خروس از روز از تخم برآمدن است. انا در همین حولی در زیر نظارت ما کلان شد. ما رو از سگ و پیشک نگاهبانی کرده کلان کردیم. با کجا هم میرود؟ وای صاحبم ندارد. بچه اگر کسی او را دوست دیدن نبرده باشد نیستن. وای یگان تاشون نیستن. وای با من باور نمیکنید مردک یگان تاشون نیستن. اما یک خروس داریم هم مرغان هم نیستن. مرغان هستن لی خروس و خر و برزگان نیست. چی؟ خروس و خر و برزگان نیست؟ گوش کن. تو رفته با اون طرف خانه همسایه ها رو بی من به این طرف میرم. مالش من رفتم مردک. حاضر همین در حقیقت همون خروس و خر و برزگان گریخته رفته باشن یا که نگریختن؟ ممکن با پولیس همسایه در آمده باشن. ما خودم یک رفته تفتیش کرده بیایم نگاه کنم. کنی با خانه همسایه روم. کنی رفتم با خانه همسایه روم. رفتم راهی دور یار جانانه کردیم عجب کاری زود جانانه رفتیم راهی دور جانانه نمیمونیم در خونه جانانه میرویم دشت و یاله جانانه خود رو رها میکنیم جانانه کیف و صفا میکنیم جانانه خود رو رها میکنیم جانانه کیف و صفا میکنیم. انا رسیدم بهترین مکان بهترین مرغزار در این زمان. قدس در اینجا اینقدر علف و سبزه رو بین چی قدری باشد چریده گشتنگیر. قدس در اینجا چند قدر مرغ و دام باشد برای من کمی میکند. قدس از زیرکی من نمانه دوستانم، از زیرکی من. میبخشید خرطقا فرار کردن این فکری من بود. من به فکر و خیال شما هم با اینجا آمدنی بودم. تو این جایها رو از کجا میدانی؟
من در اینجا در وقت گسلاگی ام با مادرم و مادر کلانم در اینجا چه راه میکرده؟ تو برزگامی ایلاقی بوده کو؟ قدوس قطقات ایلاقی هم باشم مثل بعضی ها اینکوباتوری نیستم ده قداس قطقات تو کیرای اینکوباتوری میگویم قداس قطقات تو کیرای اینکوباتوری میگویم قداس من تو را سریع شخ میکنم قداس قطقات تو کیرای اینکوباتوری میبخشید خرطقا میبخشید بلا زنت شما مرا زده ایستادید گوش کنید بهترش بیاید از این لحظه های آزادی صمیمانه استفاده برده خرسندی کرده رقص و بازی کنیم چی گفته جوره ها؟ التماس میخواهم که در همین باد هوای تازه و در همین میدان کشاد میخواهم که یک روز گوشایم از آوازی شما تیز باشد گوش کن ما آزادیم آزاد ما سرود خواندن میخواهیم آزاد جانورانی خوشحالیم آزادمون میبالیم گشت و گذارکاری ما اینجاست مرگزاری ما بر کسی کار نداریم میل شکار نداریم آزادیم و خوشحالیم میرقصیم و میبالیم آزادیم و خوشحالیم میرقصیم و میبالیم اما دیدی گرگ ها با ما هم آواز شدنده گرگ من میترسم این آوازی یک گرگ نیست این آوازی گله گرگا اکنون چیکار میکنه با؟ میجنگه تو میدانی این برای تو خروز جنگ نیست آنها تو را مرغ بریان کرده میخورن تو را باشد سیخ کباب کرده میخورن نه مرا نمیخورند آنها چیکار کنیم خرطقا مسئولیت گرگ ها نزدیک شده ایستادن کنی گویه چیکار کنیم ما از این وضعیتی که با مصلحت و مشورتی انا همین خروس ما گرفتار شدیم برآمد نمان در کار زیرا که خودت فراموش کردی خرطقا اینجا وقتی بس نیست تستر گمزنی چیکار کنه گوش کنید هر سیمون دوم داریم بله انا دومی من هم دوم ها را خوده کردم میگریزیم با کجا؟ با سوی خانه صاحبمان بی خانگی و بی صاحبی بس چخیلی که آدمان میگویند خاکی وطن از تخت سلیمان خوشتر خاری وطن از لاله و ریحان خوشتر رفتیم میگریزیم رفتیم خیریت که آمده رسیدیم خیر کی رسیدیم در عمری سرم اینقدر بسیار ندویده بودم دویدن برای سلامتی فایده دارد مهمشان که از یک بلایی که به سرمان آورده بودیم خلاص شدیم دیگر از خانه صاحبمان قدم بیرون نمیگذاریم نمیرویم اوه زنک دیدیش کجا رفتی یافتی کنی نه مردک یگون تاشو رو نیافت وای مردک این همه کشون آمدن گوش کن انا دیدی تو یک چیز رو نفهمیده همین داد و وایلو میبرداری من گفتم که با کجایی که نروان باز بر میگردن چون که اینجا خانه آنهاست راست میگوید مردک بیاید رفته با اونها دون و علف دهیم شاید اونها گرسنه باشن شاید رفتیم بیاید مردک بیاید با اونها دون و اما دیدی با آمدن ما صاحبان خانه چی قدر خرسند شدند هر دوشون خوبه من گفته بودم که زنی صاحبمان بسیار زنکی نغز است باز یک باری دیگر میگویم که هر دوشون خوبه بله خوبند اکنون رقص و بازی کرده در خانه خودمان میستیم رفتیم با آهیل میرویم جانورانی خوشحاله میرقصیم و میبالیم صاحب و منزل داره ما همیشه در کاریم صاحب و منزل داره
همیشه در کاره رفتیم با آخیل می رویم فرو از بالای من قدوس قد فرو گفتم قد